بله، صدای زنگ عروسی به گوش میرسه، اونم از زوجی که همه منتظر جداییشون بودن. حتما با من همراه باشین، خبر جذابی براتون داریم. دختر و پسر به سال 2017 خیلی خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی ترکیه علاقه‌مندید، حتما کانال رو سابسکرایب کرده و ویدیوها رو همراهی کنید. هانده ارچل زیبا حدود 2 سال پیش، البته بعد جدایی از پارتنر قبلیش یعنی کرم بورسین، وارد رابطه عاطفی جنجالی و پرحاشیه‌ای با هاکان سابانجی شد. هاکان کیه؟ در واقع پسر یکی از ثروتمندترین و اصیلترین خانواده‌های ترکیه که وارث نام و ثروت و تشکیلات خاندان سابانجی هست. قبلا در این مورد ویدیوی مفصلی داشتیم و نمیخوایم تکرار مکررات بکنیم. فقط به همین حد اشاره میکنم که تقریبا 90% مردم معتقد بودن این رابطه دوام چندانی نداره و هاکان که تقریبا پسر خوشگذرونی هست، هانده رو برای یک رابطه کوتاه مدت میخواد. و حتی خبرهایی رسید مبنی بر این که خانواده هاکان سابانجی با رابطه پسرشون با هانده به خاطر شغلی که هانده داره مخالفن، چه برسه به این که روزی بخوان با همدیگه ازدواج بکنن. ولی گویا ورق برگشته و هاکان و هانده تو دهنی بزرگی قراره به مخالفان و شایعه پراکنی های رابطهشون بزنن. داستان اینه که طبق گزارش پاپاراتزی های همیشه در صحنه ترکیه، هاکان پنت‌هاوسش که در لوکیشن پل بوغاز استانبول هست رو به دست تعمیرات اساسی سپرده. تعمیراتی که نشان از یک تغییر بزرگ داره، به نحوی که انگار اون آپارتمان لوکس رو از حالت دکوراسیون مجردی به یک دکوراسیون مخصوص زندگی مشترک تبدیل بکنه. علاوه بر اون، چند وقت پیش ویدیویی تو صفحه اینستاگرام هانده منتشر شد که هاکان و هانده دارن با همدیگه تو آشپزخونه هاکان آشپزی میکنن و سوشی درست میکنن. و خب معمولا تو دنیای آدم‌های معروف کار وقتی به اینجا میکشه، نشان از این داره که رابطه dare به سمت جدی şöden میره. تصاویر مربوط به این خبر رو از شبکه بیاز ترکیه با هم دیگه ببینیم. Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e bağlılığı ve yaşadığı dönüşüm sosyal medyada çok konuşuldu. Evlilik provası, ilişkilerindeki değişim, dikkatlerden kaçmayan çift önce mutfağa girdi. Birlikte sushi yapan ikilinin görüntüleri sosyal medyada çok beğenildi. ضمناً یه تغییر اساسی دیگه تو رابطه هانده و هاکان به وجود اومده که از نگاه تیزبین رسانه ها و حتی مردم دور نمونده. علاوه بر این که واسه تولد هانده که همین اواخر بود، هاکان تولد خصوصی پرزرق و برقی ترتیب داده بود، تقریباً اکثر طرفداران این زوج به این نتیجه رسیدن که رفتار هاکان این اواخر خیلی بانشادتر و صمیمیتر شده و حتی وقتی کنار هانده هست به پاپاراتزی ها روی خوش نشون میده، برعکس قبلا که اکثرا اخمو و بی‌حوصله بود. و خب این تغییرات نمیتونه بی علت باشه و شاید زیبایی و شخصیت گرم و دوست داشتنی هانده بالاخره کار خودش رو کرد و هاکان از فکر یک رابطه گذرا به یه رابطه با دوام و آینده دار سویچ کرده. به نظرم منتظر خبر خوش این ازدواج میتونیم باشیم. نظر شما چیه؟ حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. متشکرم که همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.